خب این دوره آموزش زبان انگلیسی رو شروع میکنیم با کتاب اینترچنج ویرایش 5. از کتاب اینترو هم شروع میکنیم. درس 1 What's your name؟ اسم شما چیه؟ Conversation My name is Joshua Brown. اسم من جاشوا براونه. حالا فایل صوتی رو با هم دیگه گوش بدیم. Unit 1. What's your name? Page 2. Exercise 1. Conversation. My name is Joshua Brown. Part A. Listen and practice. Hello, my name is Joshua Brown. Hi, my name is Isabella Martins. It's nice to meet you, Isabella. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Martins. به توضیح اینا میپردازیم. Hello یعنی سلام. My name is Joshua Brown. وقتی میخوایم اسم خودمون رو بگیم میگیم My name is My name is مهدی. My name is علی. اونم در جواب میگه Hi, my name is Isabella Martins. Hi مثل hello میمونه، معنی سلامه، ولی یه خورده مختصرتر و خودمونی تر هستش. It's nice to meet you Isabella. It's nice to meet you یا nice to meet you برای وقتی استفاده میشه برای کسی برای اولین بار میبینیم و میخوام بهش بگیم که از دیدارتون خوشبختم. در جوابش هم میگیم nice to meet you. Nice to meet you too یا you too که در واقع میشه من هم از دیدار شما خوشبختم. اینجا جاشوا چون متوجه حرف ایزابلا نشده میگه I'm sorry. میخوام بگیم ببخشید میشه حرفتون رو تکرار بکنید. What's your last name again؟ اسم فامیلتون چی بود؟ پس یادتون باشه وقتی چیزی رو متوجه نشدین از what استفاده نکنید. مثلا نگین چی، چون مؤدبانه نیست. مؤدبانش اینه که بگیم I'm sorry یا اینکه بگیم pardon me. در جواب میگه It's Martins. اسم فامیلم مارتینزه. خب اینجا نوشته شده first name last name. first name یعنی اسم کوچیک آدم و last name به معنی نام خانوادگی هستش. جاشوا اسم، ایزابلا اسم، براون و مارتینز میشه اسم فامیلیشون، اینا نام خانوادگیشون. اینجا به عنوان کار گروهی میتونید اگر کسانی دارین که با هم دارین این درس رو یاد میگیرین این مکالمه رو با هم دیگه تمرین بکنین و اینجا بتونید خودتون رو به دیگران معرفی بکنید. Page 2. Exercise 2. Snapshot. Names and nicknames. Listen and practice. Nicholas, Nick. Emily, M. Michael, Mike. Madison, Maddie. Joshua, Josh. William, Will. Jennifer, Jen. Isabella, Izzy. Elizabeth, Liz. خب اینجا بحث نیم و نیک نیم هستش. نیم به معنی اسم شخصه ولی نیک نیم اسم مستعاره یا اسمی که معمولا خودمونی بین دوستا صدا زده میشه. مثلا نیک همون خودمونی نیکولاس هستش یا مایک همون مایکل هستش یا به جنیفر میگن جن، به جاشوا میگن جاش. تو زبان خودمون هم یه همچین چیزایی هست ولی خب خیلی کمتر استفاده میشه. مثلا به فاطمه میگن فاتی، مثلا به عاطفه میگن آتی. اینا اسمای خودمونی هستش که بین افراد باب میشه. مثلا به کتایون میگن کتی. اینجا دو تا شخصیت معروف هستن، جنیفر لارنس و نیکولاس هاولت رو میبینید که به عنوان نمونه اسمشون رو دارین اینجا میبینید، مثل جنیفر و نیکولاس. اینجا میگه What are some popular names and nicknames in your country؟ میتونه اسمای popular یعنی محبوب
محبوب و رایج کشورتون رو نام ببرین. Do you have a nickname or what is it؟ آیا خود شما هم نیکنیم یا اسم مستعار یا اسمی که توی دوستا شما رو صدا بزنن دارین یا نه؟ اگه هست اون چیه؟ Page 3, Exercise 3. Grammar focus. My, you, his, her. What's your name? My name's Carlos. What's his name? His name's Joshua. What's her name? Her name's Isabella. What's equals what is. برای توضیح راجع به این قسمت باید یه توضیحات کلی راجع به ضمایر توی زبان انگلیسی بهتون بدم و برای همین هم به این فایل توجه بکنید. ضمایر فاعلی توی انگلیسی به این ترتیب هستن: I یعنی من، you یعنی تو، he این او متا برای مذکر هستش، برای مرد استفاده میشه، she او متا برای مؤنث استفاده میشه و it برای آن استفاده میشه. فرقش اینه که تو فارسی ما فقط یه او داریم که برای مرد و زن استفاده میشه، ولی تو انگلیسی بین مرد و زن تفاوت قائل میشن. به خاطر همین he برای مرد، she برای زن استفاده میشه. we یعنی ما، you یعنی شما و they یعنی آنها. ببینید شما و تو دقیقا این هم هر دو you هستن و فقط توی جملات میتونیم متوجه بشیم که منظور طرف چی بوده. حالا اگر ما میخوایم بگیم که یه چیزی متعلق به منه، برای من میشه my، برای تو میشه your، برای او مذکر میشه his، برای او مؤنث میشه her و برای آن میشه its، برای ما میشه our، برای you میشه شما میشه your و برای آنها میشه their. به خاطر همین هستش که اینجا میگه what's your name یعنی اسم شما یا اسم تو چیه. what's his name یعنی اسم اون مرد چیه. what's her name اسم اون زن چیه. و what's در اصل همون what is هستش که مخفف شده what's. میگه my name's Carlos، my name's Joshua، my name's محمد، my name's Isabella. تا اینجا این قسمت از درس رو انجام دادیم. بقیهش رو در قسمت بعدی مشاهده بکنید. یادتون نره که کانال ما رو توی آپارات و توی یوتیوب دنبال بکنید، فالو بکنید، به دوستاتون معرفی بکنید و انتقاد و پیشنهادی که دارین در قسمت کامنت بر ما بذارید.